تجربه منفی و مشترک در مورد کسانی که خونه اول خودشونو میخرن این هستش که تا چند تا فرصت طلایی رو از دست ندن متوجه این نمیشن که مارکت برای اونها صبر نمیکنه و معمولا خرید خونه روز به روز سخت‌تر میشه. دلیل اینکه این افراد عمل نمیکنن و فرصتاشون از دست میدن این هستش که ترس‌ها، استرس و سوالات زیادی تو ذهن خودشون دارن. این مشترک هست برای هر کاری که ما برای اولین بار میخوایم انجامش بدیم. ولی به یاد داشته باشین که شما در خرید خونه تنها نیستین و یک تیم حرفه‌ای از مورگیج بروکر و ریلتور در کنار شما هستن که این کار رو برای شما آسونش بکنن و تجربیات خودشون رو در اختیار شما بذارن و به شما کمک بکنن تا این کار درست انجام بشه. پس اگر تو انتخاب ایجنت های خودتون دقت کردین، به دانش و تجربه این گروه اعتماد بکنین و به توصیه هاشون گوش بدین تا بعدها حسرت فرصت های از دست رفته رو نخورین.